السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک کدوم ما و شما باشه. هر کجایی که باشین الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. بسیاری برادرها که ما را میبینن در کوچه، فلانی انسان بگی حج بر، فلانی انسان خیل کنین، فلانی انسان خیل کنین، و در کمیتری هم بعضی هاش منویسن، بعضی شما میبینن ابید نجدر چه کی مثلا فکر میکنه که اما یک حساب به پل میبرن، فکر نمیگه 50 تا 100,000 از خود داره هر یک انسان بردن تقریبا ده مثلا 100 چند هزار مثلا رهپلیشون میشه با اوجا خوردن و خوردنشون پلوس ای با مثلا که پدرکم مدرکه دیگه و دیگه هر چیزا که مثال از اوجا خریداری میکنن میارن، مثلا این چیزا رو فکر نمیکنن مردم و بگیم پیشنهاد میگن فلانی انسان بگیری برین، یا که بعضی زنگ میزنن بگیرن ما رو برین. البته بگیم اکثریت مردم دارن تلفنایی که به مثل ایفون، به مثل ایفون 14 پرو مکس، 13 پرو مکس، یا اینکه اولترا 22 23 گفتی گپا، بسیار تلفن های قیمت بها دارن. اگر هر انسانی که مثال بخواه خواهشمند باشه میتونه که تلفن خیچه فروشه و حج بروه. بسیار عادی. یک دیم که انسانانی که تکلیف میگن فلانی انسان ببرین ای خیل کنین دیگه و دیگه سوید مون میتن، همونا مثال بگیرم حداقل همت مردانگی داشته باشن، بیام که برادر اینا ماینه $200 ماینه $500 ما را در کار خیر در کار صدقه میخواهیم که شریک باشیم یاردم کنیم، نورن علا نور میشه. یعنی یک انسان خودش دقیقه دستیجنش سس میشه. یک انسان بگیم یک انسان اکدام راه گفتی که بوده و قفای زندگی، قفای بندگی، قفای بیمار و دیگه و دیگه، یعنی مشکله برای یک انسان. برای و اگر که کسی که همت مردانه داشته باشین، مثلا که خیلی بگیم نوزینه کمپانیا صلاح جامعه خیلی که باکلا گرفت، صلاح عمره باکلا گرفته، یک برادر بگیم ویدام چیای هم کمپانیا تترای خود از گپ رمضان رایلی که بگیم باکلا گرفته گی حج رفتنشه بغیر خوراکش، مثلا تو دابراد نگسین سشه همش اپلات شد کرده گی، مثلا میگم با کلا میگیریم با ودا میگیریم رقم های رو اکران، کسی که حج رفتنی میخواهیم میتونید که انشاءالله مراجعت کنین. و همچنین مثلا ما چیپت ها رو بلیت ها را از چند کمپانی ها میخرین، مثلا نه اوزی تراول او کسی تراول مثلا که در فود سیتی قرار داره برای چیپت ها را خریداری کردن بلیت های ارزان به نرخ دسترس در فود سیتی قرار داره، میتونید که آنلاین یا که آفلاین خریداری کنین. بر رقم ها روی اکران میتونید که مراجعت کنین، انشاءالله برادرها در خدمت هستن. هر کجایی که سفر دارین، مثلا از مسکو دوشنبه یا که از دوشنبه کولوب یا که از کولوب مسکو یا که گفتی پای سن پترزبورگ با مسکو یا که سن پترزبورگ قرغن تپه، هر کجایی که خلاص گپ میخواهین یا که دبی میخواهین برین یا که انتالیا گفتی گپا یا که فرانسه، هر کجای خلاص گپ میخواهین رفتن فقط به این رقم ها میتونید که مراجعت کنین. الکترونی بلیت برای شما خریداری میکنه با تمام شهرهای روسیه را، یعنی امو رویتون میکنه واسطه واتساپ و این رقم هاش هستن. واتساپ دارن، در واتساپ نوشته کنین، یا که اگر که اون جای طولانی سفر داشته باشین چند جا راکی باشین ترانزیت، مثلا میتونین که فود سیتی برین در همونجا با همراهش صحبت کنین و خریداری کنین چیپته ها را. الله نگهبانی هر یک کدوم شما باشه انشاءالله که یعنی در گورا پختگان و غربی بگیم که خدمونم الله سبحانه و تعالی موفق بگردانه، همچون راه بلد بگیم میریم و بگیم رمضانم انشاءالله که به 8 و 9 دهم را برام انشاءالله که میرسه در مکه مکرمه. الله نگهبانتون باشه. برای کار خیر بتونین دستگیری کنین، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله نگهبانی هر یک کدوم شما باشه. الله میفرماید که در کارهای خیر شما هم دیگران را دستگیری کنین، در کار گناه دستگیری نکنین. الحمدلله که البته ما کوشش کردیم که کار خیر انجام بدهیم، به خاطر آنها که
ما نمیدونیم که فردا چیکار میکنیم. الله میفرماید و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. الله میفرماید که فردا شما نمیدونید که چیکار میکنیم و چیکار هم مشغول هستیم و نمیدونید که در کجا از دنیا میگذریم. با هم خاطر این روز هستیم که فردا هستیم، حرکت کنیم که انجام بدهیم اعمال های صالح را، بخاطر که مردیم بعد از مرگ ما و شما فقط با همراه ما و شما اعمال صالح میمونه. دنیا نه اونقدر کیرا داره سبحان الله. این روز می فردا میریم. و هم خاطر بغض کینه و بخیلی هر این چیزا رو انشاءالله که از خودمون دور کنیم، حرکت کنیم که از قفای جستجوی اعمال صالح شیم، نیکوکاری این کاری بعد اخچون ما رو پیدا میکنه. ما حرکت کنیم جستجوی اعمال صالح شیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.